أما والذي حج الحجيج لبيته ولبوا له عند المهل وأحرموا وقد طأطأوا تلك الرؤوس تواضعا لعزته تعنو الوجوه وتسلم يهلون بالبيداء لبيك ربنا لك الملك والحمد الذي أنت تعلم دعاهم فلبوه رضا ومحبة فلما دعوه كان أقرب منهم والذي حج الحجيج لبيته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. زیارت مسجد رسول الله صلی الله علیه و سلم در مدینه منوره یکی از سنت ها هست و مشروع هست که انسان اگر توانایی داشته باشد به زیارت مسجد النبی برود و به قصد انجام عبادت و نماز خواندن در مسجد النبی. زیارت مدینه یا زیارت مسجد النبی و زیارت اماکنی در شهر مدینه منوره هیچ کدام از اینها جزو اعمال و مناسک حج نیستند. اعمال و مناسک حج همه اش در مکه مکرمه هستند و در مدینه هیچ یکی از اعمال حج وجود ندارد. منتها زیارت مسجد النبی و نماز خواندن در مسجد النبی یکی از سنت هایی هست که در واقع مشروع هست، زیرا در حدیثی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند که لا تشد الرحال الا الى ثلاثه مساجد. رخت سفر بستن و مسافرت کردن به قصد عبادت در هیچ جا جایز نیست مگر در 3 مسجد. یعنی شما می توانید برای انجام عبادتی در مسجد الحرام یا در مسجد النبی یا در مسجد الاقصی سفر بکنید، اما برای مساجد دیگر و جاها و اماکن دیگر چنین سفری جایز نیست. لا تشد الرحال الا الى 3 مساجد، المسجد الحرام و مسجدی هذا و المسجد الاقصی. این روایت یک روایت متفق علیه هست که ثابت می کند که سفر به قصد زیارت مسجد رسول الله صلی الله علیه و سلم و به قصد نماز خواندن در این مسجد از نظر شرعی جایز و مشروع است. منتها زیارت مدینه منوره هیچ ارتباطی با اعمال حج ندارد و جزو مکملات حج هم نیست و هیچ تأثیری بر حج انسان ندارد. این گونه نیست که اگر کسی به حج برود و مدینه منوره را نرود، زیارت نکند مسجد النبی را، حجش ناقص باشد و اون کسی که به مدینه رفته باشد حجش کاملتر باشد، چون این چیزی مطلقاً وجود ندارد. منتها اگر کسی به مدینه منوره برایش ممکن بود که سفر بکند، برود در مسجد النبی نماز بخواند، این یک فضیلتی هست که رسول الله صلی الله علیه و سلم برای مسجد خودشون بیان فرمودند. رسول الله صلی الله علیه و سلم در حدیثی که عبدالله ابن عمر روایت کرده فرمودند صلات فی مسجدی هذا افضل من 1000 صلات فیما سواه الا المسجد الحرام. نماز خواندن در این مسجد من برتر هست به 1000 برابر، یعنی مساوی هست با 1000 نماز در برابر نمازهایی که در مساجد دیگر خوانده می شود مگر مسجد الحرام. یعنی نماز خواندن در مسجد النبی هر نمازی 1000 نماز در واقع شمرده می شود و ثواب بالاتری را دارد. بدین خاطر هست که سفر کردن به خاطر عبادت در مسجد النبی، نماز خواندن در مسجد النبی یک امر مشروعی هست. منتها ثواب نماز و عبادت در مسجد الحرام به مراتب بالاتر از ثواب نماز و عبادت در مسجد النبی هست.
در روایت دیگری که عبدالله ابن زبیر رضی الله تعالی عنه در همین زمینه روایت کرده، اضافه بر این روایت امام مسلم که من خدمت شما نقل کردم، عبدالله ابن زبیر رضی الله تعالی عنه میگوید رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند و صلات فی المسجد الحرام افضل من 100 صلات من مسجدی هذا، و نماز در مسجد الحرام 100 برابر نمازی هست که در مسجد من خوانده می شود. در ابتدای روایت رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند که در مسجد من هر نمازی به 1000 نماز هست، اما درباره مسجد الحرام می‌فرماید که هر نمازی در مسجد الحرام 100 برابر نمازی است که در مسجد من و در مسجد النبی خوانده می شود. پس بنابراین ثواب نماز در مسجد حرام 100 برابر، یعنی هر نمازی 100,000 نماز در واقع هست، اما در مسجد النبی هر نمازی برابر با 1000 نماز هست. بنابراین روایت مشروع هست که انسان سفر بکند به مدینه منوره برای کسب این فضیلت تا اینکه در مسجد الحرام در واقع نمازی رو انجام بدهد و نماز بخواند. منتها درباره مسجد النبی ما باید این نقطه را در نظر داشته باشیم که سفر به مدینه منوره به قصد و اراده نماز خواندن در مسجد رسول الله صلی الله علیه وسلم هست و برای کسب این فضیلت بسیار بزرگ هست. و در کنار این وقتی که انسان با قصد و عزم و اراده نماز خواندن و عبادت در مسجد النبی به مدینه می رود و وقتی که در مدینه رسید و در مسجد النبی رسید، مشروع هست که در اونجا به زیارت رسول الله صلی الله علیه و سلم هم برود. اما بهتر و اولاتر و حکم شرعی این است که در هنگام عزم و اراده نیتش فقط مسجد النبی باشد، نه زیارت قبر رسول الله صلی الله علیه وسلم یا قبرستان بقیع، زیرا که این مشروع نیست که انسان به خاطر زیارت قبر سفر بکند. آن چیزی که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند این هست که سفر کردن و رخت سفر بستن برای انجام عبادت در مسجد النبی جایز و مشروع هست و وقتی که انسان در مسجد النبی رسید می تواند برود برای زیارت رسول الله صلی الله علیه و سلم. و مشروع هست انسان وقتی که در اونجا رفت برود در میان روضه رسول الله صلی الله علیه و سلم و منبر ایشان در اون قسمت برود نماز بخواند و یک جایگاه ویژه‌ای را دارد در اینجا که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند ما بین بیتی و منبری روضة من ریاض الجنه، در میان خانه من و منبر من یکی از گلزارهای بهشت هست، یک روضه‌ای از ریاض بهشت هست. نماز خواندن در اونجا فضیلت دارد و بعد از این میتواند برود به زیارت رسول الله صلی الله علیه و سلم و رو به طرف قبر بایستد و بگوید السلام علیک یا رسول الله و رحمت الله و برکاته و بعد از آن برود به حضرت ابوبکر و عمر رضی الله تعالی عنهما سلام بدهد و همین جمله را تکرار بکند که السلام علیک یا ابابکر و رحمت الله و برکاته، السلام علیک یا عمر و رحمت الله و برکاته. به این گونه سلام بدهد. این سلام مسنون هست و بعد از این اگر خواست که دعا بکند باید رو به طرف قبله بایستد و دعا بکند. رو به طرف قبر رسول الله صلی الله علیه و سلم یا هر قبر دیگر در هنگام دعا انسان نباید رو بکند و ایستادن به طرف قبر یک امر ناجایز و مشروعی هست، بلکه قبله دعا به طرف خانه کعبه هست، همان گونه که خانه کعبه قبله نماز ما هم هست. و یکی دیگر از اعمالی که در مدینه منوره مستحب هست که انسان انجام بدهد زیارت مسجد قبا هست. رسول الله صلی الله علیه و سلم در این زمینه می‌فرمایند که من تطهر فی بیته ثم اتى مسجد قبا فصلى فيه صلاة كان له كأجر عمره، هر کسی که در منزل خودش وضو بگیرد و به مسجد قبا برود و در اونجا نماز بخواند، این به اندازه ثواب یک عمره هست. و این یک فضیلتی هست که در حدیث سهل ابن حنیف رضی الله تعالی عنه در سنن نسائی برای مسجد قبا بیان شده
و این یک از کارهای مشروعی هست و همچنین در مدینه جایز هست و مشروع هست که انسان برای زیارت جنت البقیع یا زیارت شهدای احد برود و به قصد در واقع دعا و به قصد عبرت گرفتن باید برود، نه به عنوان قصد تبرک یا قصد کسب فیض یا این که برای طلب شفاعت و توسل. آن چیزی که مشروع هست در زیارت قبر این است که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند کنت نهیتکم عن زیارت القبور، من قبلا شما را نهی کرده بودم که به زیارت قبرها نروید، اما از این به بعد مجاز هستید، فزوروها، بروید قبرها را زیارت بکنید، فانها تذکرکم الاخره، زیرا که زیارت قبرستان شما را به یاد آخرت می اندازد. زیارت قبرستان بقیع یا شهدای احد به همین قصد و هدف هست، انسان برود برای خودش نفی باشد تا اینکه به فکر قیامت و قبر خودش بیفتد و این زمینه سازی باشد برای اصلاح اعمال انسان که یک تجدید نظری در اعمال خودش در واقع داشته باشد. و دعایی که برای قبرستان هست، رسول الله صلی الله علیه و سلم همیشه می رفتند زیارت می کردند قبرستان بقیع را و این دعا را می خواندند که السلام علیکم یا اهل القبور، غفر الله لنا و لکم، انتم سلفنا و نحن بالاثر. و این دعایی هست که رسول الله صلی الله علیه و سلم هنگام زیارت قبرستان انجام می دادند. پس بنابراین انسان باید سعی بکند که در انجام این اعمال موافق با سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم باشد و توصیه های رسول الله صلی الله علیه و سلم را آویزه گوش خودش قرار بدهد. زیارت قبرستان برای کسب تبرک و کسب فیض و برای دست کشیدن بر روی قبر یا بر در و دیوارها یا خاک برداشتن یا طلب شفاعت و طلب توسل جایز نیست، اما زیارت قبرستان برای عبرت گرفتن، برای دعا کردن برای مردگان، این یک امر سنتی هست که رسول الله صلی الله علیه و سلم ما را ترغیب کرده، به خاطر این که به یاد آخرت بیفتیم برویم و قبرستان را زیارت بکنیم. اینها اعمالی هست که انجام دادنشون در مدینه منوره مشروع هست و انسانی که الله متعال او را موفق کرده که به مدینه منوره برود و در مسجد النبی نماز بخواند، مشروع هست که این کارها را هم انجام بدهد. اینها مجموعی از اعمال حج و عمره و زیارت مسجد النبی بود که در این حلقات من خدمت شما بیان کردم. تا برنامه دیگر و موضوعی دیگر تمام شما را به الله متعال می سپارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. أما والذي حج الحجيج لبيته ولبوا له عند المهل وأحرموا وقد طأطأوا تلك الرؤوس تواضعا لعزته تعنو الوجوه وتسلم يهلون بالبيداء لبيك ربنا لك الملك والحمد الذي أنت تعلم دعاهم فلبوه رضا ومحبة فلما دعوه كان